بچه‌ها امروز اومدیم با آموزش تغییر زبان کنیم. ما همین امروز گرفتیم انگلیسی رو به عربی گذاشتیم. نمیدونم حالا گزارشگر تغییر میکنه اینا، فقط زبانش تغییر میکنه. سلام بچه‌ها، امروز اومدیم که حالا گفت ببین الان این عربیه میخوایم تبدیلش کنیم به انگلیسی یا هر زبان دیگه، فرانسوی 6 تا 7 تا زبان داره. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. اگه دوست دارین با زبان عربی ولاگ بگیریم حتما داخل کامنت ها بگین. گذاشته بچه‌ها لایک کامنت ساب بزنید. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. بگیم بله. میایم داخل ستینگ، اینجا که نوشته الاعدادات میایم روی چهارمی و اینجا میایم روی یکی مونده با آخری و اینجا اولی رو میذاریم. الان زبان ما عربی، انگلیسی، فرانسوی، این چیه؟ هرچی هست. آره، ایتالیایی و میذاریم انگلیسی. زبان تغییر پیدا میکنه. و بچه‌ها در ویدیو بعدی اگه نمیدونید آموزش نقل و انتقالات نه، بذاریم. ویدیو قبلی من شاید دوافته به صورت شاید قرمز بیان کن. اگه دوست دارید ویدیو بعدی ولاگ با گزارشگر عربی، پس بعد این ویدیو مستقیم به اون ویدیو بریم. لیتس گو تا ویدیو بعدی. پیس اوت با یک چیه دیگه، با یک تصویر دیگه. لیتس گو. حال کردی یا نه این تصویر رو؟